هلپ بزن. اومدم دیدم همینجاست که بلند شو بلند. گرفتم. وای جلو منه فرار کن این رفت شانس. علی بلید اینجاست با گیم پارانویا. سلام، چطور عشقای دل؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل دنی بلید. کجا میری؟ اینجاست، بیا اینجا. صدا دارم، صدا باس دارم. صدا خورناس انگار. چیه این؟ میگه که if you enter the wrong اگه اشتباه بزنی اتفاقای ناخوشایند میفته. چی بود زدی؟ دکمه قرمز رو زدی؟ بشین سر پا دارم. برو تو رو قرآن برو تو رو. نمیرم. آهش کن. یا اول پس وای وای منو گرفت وای نیومد که ایشالله. جدی نیومد؟ وای منو میگیره نمیدوه. وای اینجا کجاست؟ وای من چجوری بیام؟ هلپ میزنم. خدا کر شدم. چی زدی اینجا؟ دور نمونه. وایسا صدا پشت داره میاد. وایسا من رفتم تو این هایدا. خب مگه کیف میخوره اون قرمز رو میزنی؟ حالا من کجام؟ وایسا فکر کنم توی اتاقی من باید بیام بگیرم. نه من تو اتاق نیستم. من تو خاکم. دور برم چوب زدم. از اینجا باید بیام. یا بله. فکر کنم اینجایی. وای سیاه شد همه جا. همه سیاهه. قرمز حالا. یا اول فاز برو گم شو اونور. فقط همش تقسیطه. وای الان نشونه مادره. درو نبند دارم میرم. یا اول فاز نشست جلو دارم. یا خدا وای باتری دستم نگوش اینجا. چقدر دوری، خیلی دوری. ببین باید این دور نئونم هست اونو باید پیدا کنی بیای. یه چیزی ریخته فکر کنم رید. صدا پا میگیره. این همون صدا پا میگیره. هوش طبیعی. اصلا تو این گیم باید چیکار کنیم؟ باید فرار کنیم. خوبه. خیلی صدا پاش همینجاست نمیره. میدونه اینجا فکر کنم. یه ضربان قلبی میشنوم. تا هم میشنوی؟ اومدش. بابا چرا ولم نمیکنه؟ دانیال مرد شیرته برم. انقدر نوبی. آره اصلا همون اول پیداست کی زد دکمه رو. به خاطر همون دکمه هست هی داره میندازه دنبالمون. رفتم توی اتاق دیگه. همینجاست. من کجام؟ یه هلپ بزن. منو دیدی کجام؟ اون فرا بودی. خیلی دوری. فکر کنم طبقه پایینی. راست به دیوار میومد بیرون. ندیدم من دنبالته. نه هستم. کجایی؟ هلپ بزن. سلام. صفم خونیه. وای صدا پا. اینا اون سواری واجی باید فکر کنم نشسته. اصلا ندویم میدویم فکر کنم صدا پا میدیم. وای همینجاست. بیخ گوشمه. صدا گوشت میاد. انگار گوشت میفته رو زمین با خونو. داره میره صدا میاد داره میفته زمین. نمیره چرا؟ برو بیرون تو نگاه کن. آره برم بیرون حتما. داره میاد. رو این تلویزیونا میشه یه علامت دست آورده ولی میزنم اتفاقی نمیافته. پایین صفحه زده تیوی کنترلر میخواد. اوی
حضرت عباس چی شد؟ یا اول فصل از جلو رد شد. یا خدا نگاه کجایی تو فرار. بزن یه بار دیگه دیدمت پاشو سیه. این یه چیز نوشته رو اینجا من همشو نمیتونم صداشو خیلی زیاد دارم. یا ابوالفضل وای این که همینجا بود. چجوری اومد تو اصلا در نبود تو که دل بزن. اوه ریدم تو خودم. نمیکنم در باز کنم زره درم. وای بی‌ناموس چطوری منو پیدا کرد؟ یا مگه میشه؟ یه دوباره دیگه بریم. حاجی ما دوباره اومدیم دهنمون سرویس شد جفتمون رو گرفت. اینو نذار اینو ولش کن من اینو دیگه نمیزنم درس عبرت دیگه اصلا نزدیکش هم نره. رفتم روی سر شیشه. حواست باشه چون صدا اینا رو میفهمی میاد دنباله. گولبر پیدا کردم. ونت هم اینجا هست. ونت. اوه ده دوباره رفت تو ونت. یا خدا این دیگه کیه؟ جدید بود. وای من اینجا نیستم. یا خدا خره انگار بغل گوشمه. ببین این اومد در منتتو باز میکنم دیگه خود دانی. یا خدا نگاه کجاست؟ نگاه منو ندید. من بس اینجا بشینم. من درها رو بستم رفت. وای 2 متری منه. وای چرا نمیگیره منو؟ غمگین شده. نه از این انا درست کرد رو زمین. من رفتم طبقه دوم خدا نگهدار. این شوفاژ پوکیدا اینجا از شوفاژ دانشگاهمونم بهتره. یه زنجیر زرده دورش زرده. من دارم من سیمچین دارم. سیمچینه که برداشتی؟ یه سوراخه یه جا جدید. صدا پوز شدید دارم. یا ابوالفضل خودت چیکار کنم میمیری؟ کجایی؟ الان میپره برو. نیومد چرا فراره؟ اومد با سرعت اومد. برس وای دیر رسیدم. حاجی منو خیلی بد گرفت. من نزدیک بود برسم به یه ونتی سری گرفتم. خیلی زود خسته شدم. خیلی دور پتا چرا؟ یکی دیگه؟ دیدم از نگاه بدبخت. اینجا حاجی این مثلث 8 حتما ما با کنترل درستش کنیم. آره میزدم روش یه سری اعداد می آورد تا 9 میرفت. با شبکه بعد دوباره برمیگشت. ما شبکهشو درست کنیم. وایسا همینجاست برم درست کنم. گوه خوردم. وای سرته. من دارم روتون میبندم میرم. از اون عکس 3 تا بود یعنی باید 2 تا دیگه باشه. برو بگرد پیدا کن آبه من بگو تا بزنم. اینجا عدسه کردم وایسا. صدا پاشو دارم. خب من اینو گذاشتم 8 الان باید قرمزه رو بزنم یکی بزنیم. مثلا همه‌شو فکر کنم همه‌شو بزنیم فکر کنم. من اومدم بالا بگردیم. نمیدونم. اینه چشم 5 چشم عددش 5. من یه فرمون پیدا کردم چیز فلکه گاز. مال همون پایینه همونجا که گاز میومد. من دارم میرم. چشمم گذاشتم عدد 5. من بستم بغل منه فکر کنم. منو گرفت.
سلام. حاجی من الان این دوتا رو زدم. این یکی رو هم تو بزنم شانسی یه وقت عددش در اومد. بزن من میگم بذار رشتش. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. برو ریدم. خدا رو شکر نیومد. بذار یه بار دیگه بزنم. 8 5 بود 4 اینو میزنیم. 1 2 3 پشمه. شانس رو نگاه. خب کجایی؟ آها همین تمام پایینی. خب خوبه. ببین دیگه الان بازی رو تموم میکنم واسه من دیگه چشم دارم. الان اونا زدم برداشتم. من؟ وای اینجا بهت نیست. از ما میرم بودش. برو خدا منو نگی. من میرم طبقه دارم پشت سرش میرم. وای خسته شده دیگه نمیدونه. وای خره. اوی صدا پا دارم. خب راه بغل کونمه. کلید. وای کجا برم؟ بگه هرپ بزن کجایی؟ اوه اینم از جا راه رو گرفته. برم پایین. دارم میام. بزن یه بار دیگه. اومد. از پشتش میرم. نگاه سوسکی از پشتش میرم. پشتشو مگه میبینه؟ رفتم تو کمد. ریدم تو خودم. خوبه. خدا کنه نمیاده. من سر پاش از پایین داشتم. فکر کنم رفت گمت کرد. من احتیاط میرم توی کموده. کجایی؟ هلپ بزن. طبقه بالایی. وای رفتم تو اینا. رفتم تو طرفش. هلپ بزن. اومدم دیدمت. همینجاست که بلند شو. گرفتم. من گرفتم. وای جلو منه فرار کن. وای رفت شانس. چرا باید جلو من باشه این؟ آقا تمام دیگه. چرا راه فرار نبود؟ شانس. آقا خیلی ممنون تا اینجا ویدیو ما رو دیدی. حتما واسه حمایت ما تازه کارین. لایک و فالو و کامنت یادتون نره. این دانیال دلتون به حال این بسیزه پدر بزرگ یتیمه. آره فعلا خداحافظ.